وقتی این تنظیمات رو انجام ندی دیگه با دوربین گوشیت عکس نگیر. وارد اپ دوربین میشی، 4 نقطه گوشه رو میزنی و وارد ستینگ دوربین میشی. 3 تا گزینه اول باید روشن باشه. اولیش اسکن اسناد و متناست، دومی اسکن QR کد است و سومی پیشنهادی برای شاته که با سری خطوط و علامت روی صفحه بهت کمک میکنه عکسای بهتری بگیری. تو بخش اینتلیجنت اپتیمایزیشن روی گزینه ماکسیموم بذار که بهترین کیفیت عکس رو بهت تحویل بده. و گزینه سین اپتیمایزر هم روشن باشه که خودش رنگ و نور رو با توجه به محیط تنظیم میکنه. تو این بخش سیف سلفیز از پریویو هم روشن کن که عکس سلفی برعکس نشه. ویدیو استابیلایزیشن هم روشن کن که لرزشگیر ویدیو فعال باشه. تو ادوانس ویدیو فرمت روی HD264 بذار که رو همه دستگاه قابل پخش باشه. ترکینگ اتو فوکوس رو هم روشن بکن که خودش سوژه رو ردیابی میکنه. کامپوزیشن گاید هم روشن بکن که اگه میخوای کادبندی حرفه‌ای تری داشته باشی.